سلام دوستای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. وقت شما بخیر باشه. باش که یک پیاله چای وطنی پرتیم و یک خاطر جالب با شما دوستا شریک کنیم. یکی از رفیقای ما قصه کرد که یک وقتی من یک همسایه داشتم، چند سال پیش، همون زمانایی که مسئله کرونا و بالاخره همون زمانای کرونا بودن. میگه همسایه ما بیکار شده بود. میگه من برای یک روز شاندمش یک مشوره بهش دادم، گفتم که بیا یک چیز سرمایه جور بکن، یک زرنج بخر و در پشت خانه گاز فروشی رو شروع بکن، گاز و بر مردم خدمات گاز ارائه بکن. البته با حفظ همون مسائل بهداشتی و بالاخره همون مسائل وقایوی که بود. میگه یه آدم گفت ما رو بالاخره شنید و که خود فکر کرد و بالاخره رفت سرمایه را جور کرد و همین کار را شروع کرد. حال او رفیق ما قسم میکنه که من او آدم بعد از چند ساله که بالاخره از خانه ما کوچ کرده رفت کار را شروع کرد، وقتی که میبینم میشه از ما کلا پیشرفت کرده. هدف ما این نیست که شما برین بالاخره گاز فروشی بکنید. رفیق ما که برای از همسایه خود یک مشورت خوب داده بود، این از روی همون چرتایی بود که خودش کرده بود کده خود و وقتی که مشورت برش داده کمی از روی دلسوزی بوده. و جالبتر از روی که امی همسایه هم امی مشورت رفیق ما را بسیار به نحو حسنش که خود فکر کرده بود و برآورد خود کرده بود و توکل به خدا کار شروع کرده بود. خدا شکر رفیق ما حال قسم میکنه، میگه که حال اونو آدم از من کده که یک کارمند است و مراتب زندگیش خوبتر است و الحمدلله اون کار خود میکنه و از همسایگی برآمده و برای خود خانه هم خریده. انشالله که بتونیم از این خاطرها استفاده خوب بکنیم. به نظر من یک حادثه خیلی جالبی بوده. انشالله که شما موفق و پیروز باشین. فراموش نکنین که ما میتوانیم.